زرگوش‌پروری یکی از سوحه‌های کمخرج و سیردرآمد به شمار می رود. زرگوش جانوری سیرنسل بوده در یک سال 8-10 مرتبه تا 15 سری نسل می دهد. مورد ذکر است که گوشت زرگوش نسبت دیگر گوشت‌های استعمالی قیمت بوده 1 کیلوگرمی آن 30-40 سومانی و در طرابخانه‌های و آشخانه‌های پایتخت 60-70 سومانی نرخ دارد. گوشت زرگوش در بین گوشت‌های چروا رقیب ندارد. از نقطه نظر خاصیت سرغذایی، طبابتی و پرهیزی بودنش هیچ گوشت با گوشت زرگوش برابر شده نمی‌تواند. زرگوش چیزی ندارد که آن را بپرتوید. همه عضوها و حتی اخلاق و خاکسترش هم برای انسان و رستنی‌ها فایده آور می باشد. گوشت زرگوش طبابتی بوده از آن زیاده از 30 نمود خوراک‌های بالذت پختن ممکن است. پلاو، کباب، شوربا و غیره. خاصیت حلشویش نسبت به دیگر گوشت‌ها قریب 2 برابر زیاد است. یعنی 96% آن هضم می شود. خصوصیت‌های پرهیزی و طبابتی عضوهای زرگوش. گوشت زرگوش قبل از همه گوشت لذیذ و پرهیزی بوده از جانب دیئتولوگ‌ها بهترین گوشت عصر 21 شناخته شده است. در ترکیب خود عنصرهای ارگانیکی دارد که برای جسم و جان انسان بسا مفید و منفعت بخش است و زود حل شونده می باشد. نسبت به دیگر گوشت‌های حیوانات و پرنده‌ها زودتر می‌پزد. استعمال کنندگان آن را برای بوی خوش و رنگ گوارا، نرم و کم روغن، کم استخوان و خوشخور بودنش می‌پسندند. ولی نه همه درباره خصوصیت‌های گوناگون جبهه طبابتی آن معلوماتی کامل دارند. ما لازم دانستیم درباره زرگوش معلومات مفیدی را پیشنهاد شما نماییم. معلوم است که زیاد بودن حجیره‌ها در رکاق خاصیت سرغذایی گوشت را می‌افزاید. گوشت زرگوش در داخل خود به حساب میانه 85% حجیره‌های رگی دارد که این نسبت به گوشت‌های حیوانات شاخدار خرد و کلان و پرنده‌ها خیلی زیادتر می‌باشد. ترکیب کیمیایی گوشت زرگوش هم نسبت به گوشت حیوانات دیگری خواجگی قشلاق دارای سفیده‌ها، مینرال و ویتامین‌ها بوده کمتر خلسترین و پورین دارد که این ماهیت طبابتی این گوشت را زیاد می‌گرداند. گوشت زرگوش چون گوشت مرغ و جوانه سفید رنگی مرمرین است. 21.5% سفیده دارد. حالانکه گوشت گوسفند دارای 16.4%، بقه، اسب و مرغ دارای 20% سفیده میباشند. گوشت زرگوش‌های 3-5 ماهه از نقطه نظر غذاییت دارای 150-190 کیلوکالری بوده، زرگوشان نسبتاً کلانتر دارای 300 کیلوکالری میباشند. در ترکیب سفیده های این گوشت باشد 19 امینوکیسلات های منفعت بخش پیدا کرده شده است. از همه مهم و ضرور آن است که امینوکیسلات ها هنگام پختن به حرارت بلند تاب‌آور بوده تغییر ناپذیرند. دقت جلب کننده آن است که در ترکیب امینوکیسلات های گوشت زرگوش لیزینگ، متیوتین، پریتوفربرین موادهای کیمیایی موجود است که برای جسم انسان بسا ضرور و مفید می باشند. در خصوص باییگری مینرال و ویتامین ها باشد یگان گوشت با گوشت زرگوش برابر شده نمی تواند. باری دیگر تکرار می کنیم که آهن، فسفر، مگنی، کوبالت، میس، کالی، فتور، سینک بر این مینرال ها از جمله ویتامین های پپ، نیکوتینامید، اس، اسکاربین، B6، پریداکسین، B12، کوبالامین ها گوشت زرگوش را به درجه گوشت به همتای طبابتی و پرهیزی رسانیدند. در مقایسه با روغن‌های دیگر چرپایان روغن زرگوش منفعت بخش است. این روغن را هنگام بیماری برانخیت استفاده میبرند، یعنی آن را میخورند. هنگام سلفه آن را روی ششها میمالند. وقتی دغلی پوست با آن مس میکنند. استفاده این روغن هم به طریق الوهیدگی هم به طریق یکجایگی با عسل صورت میگیرد. چون این یکجایگی خیلی فایده آور بوده سطح از خودشوی آن را بلندتر میکند. محض از سبب در وجود انسان به زودی هضم شوی آن این گوشت را همچون گوشت طبابتی و پرهیزی دکتران برای همه سن و سال آدمان توصیه میکنند.
طبق مصلحت متخصصان مبادله روغننوکی موازنت غذاییت جسم انسان را به خوبی نگاه می‌دارد. از این رو هنگامی به جسم بیماران نرسیدن مایع‌های هضم کننده در مثال بیماری‌های گاستریت، زخم معده، روده 12 انگشته، قبضیت و انتراکالیت، مریضی‌های جگر، تلخه، فشار خون، اتروسکلروز، کسلی قند، دل، گرده، عصب و غیره گرفتار شدن آدمان دکترها استعمال عضوهای علاهیده زرگوش را توصیه می‌دهند. مثلا به بیماران گرده استفاده جگر زرگوش، به بیماران لاغر و فربه گوشت، به بیماران فشار معده مغز سر زرگوش مفید است. گوشت زرگوش هم برای خردسالان و هم برای بزرگسالان توصیه داده می شود. کم بودن خلسترین در ترکیب گوشت زرگوش الکی آن را شفا بخش می گرداند. همچنین بیماری اتروسکلروز را پیشگیری می کند. چنانه که در بالا اشاره رفت، طبق تجربه های علمی در اکافرمه های زرگوش پروری گذرانیده عالمان امریکایی، زرگوش ها عادتاً تا سن 7 ماهگیشان به ارگانیسم خود چنین ماده های ضررآور را به مانند استرونسیا 90، پرتوهای یدرویی، گربیسیدها، پستیسیدها را قبول نمی کنند. تلخه زرگوش پرقوتترین دوای است بر مقابل بیخوابی. حتی بعضی ها به درد بیخوابی شبانه روزی گرفتارند. بنابراین استفاده تلخه زرگوش برای ایشان داروی بی‌نظیر می باشد. همچنین خون گرم زرگوش داغ‌های کنجیتک پوست را روانده پوست انسان را ترنگ و جوان می گرداند و از رنگ گباری که بانوان برای چند ساعت با قیمت بیش از $100 امریکایی انجام می دهند والاتر و بالاتر است. استفاده سرگین زرگوش زنها را زود حامله دار می گرداند. مغز سر این حیوانات را سوزانیده در روغن خرس، آب پیاز انزور و عسلاب تحلیل نموده این محلول را به جایهای بیموی سر و ریش بیمالند موی می برارد. غیر از این خاکستر معده این جانور کسلی لرزانک را رفع می کند. با شیر آشامیدنش سفیدشوی موی را نگاه می دارد. با سیرکا و روغن زیتون آمیخته به بدن مالیدنش گزنده ها را نزدیک شدن نمی گذارد. به میلک دندان های تیفلون مالیدنش باعث تیز برآمدن دندان های کودکان می گردد. نشستن در آبی جوشانیده معده‌اش درد رگ و پیوند و بقوم ها مریضی نیقریس را دوا می بخشد. خوردن 2-3 گرم سرگین زرگوش شبانه در جایگاه شوشیدن را رفع می سازد. در چشم چکانیدن پیشاب این جانور درجه بینیش را می افزاید. جسد زرگوش را با عضوهای داخلش سوزانده خاکستری آن را با روغن گلی سرخ آمیخته به هر موضع بدن بمالید آن جای موی می برارد. از همه مهمش آن است که تمام عضوهای داخلی و بیرونی و حتی موی و پیشاب و سرگینی آن هم همچون داروی پرتأثیر طبابتی استفاده برده می شود. دین اسلام علل خصوص قرآن شریف درباره حلالی و حرامی گوشت زرگوش چیزی نگفتند، اما روایت و رسالت های تو امروز به ما رسیده گواهی آنند که مسلمان ها گوشت زرگوش را می خورند، او را شکار می کنند. مثلا روایت می کنند که باره انس نام شخص مشهور زمان حضرت محمد که صیاد نامی هم بود هنگام شکار با دوستانش زرگوش را صید می کند. هنگام پختن گوشت زرگوش یک لینگو آن را برای تناول حضرت محمد پیشنهاد می نمایند. ایشان آن را با مینیتام نوشی جان می کند. پارویی که بیوگاموس نام دارد از طرف عالمان امریکایی از اخلاط زرگوش اختراع شده است. این پارو نسبت دیگر پاروها از 9 تا 13 مراتب زیادتر به زراعت منفعت می بخشد. از نقطه نظر تازگی بیولوژی همتا ندارد. خاکستر پاروش حاصلناکی سبزوات و میوه های باغی و دشتی را 1.5 برابر می افزاید. مزه و طعمشان را بی‌نظیر می گرداند. قوه طبابتیشان را می افزاید، خوشنمود و زیبا می گرداند. از پوست زرگوش پوستین و پوستینچه ها، کرپه، کلاه، میانبند و دستپوشک های طبابتی، پای افزال، غلاف کارد، جای نشستی ماشین، پای انداز، پتک و غیره
تیار میکنند. مردانی که کمزلچه و کرپه دو طرفه از پوست زرین موی یا زرد سرخنما دوخته شده را استفاده میبرند، لیاقت و فعالیت تناسلیشون 2 برابر میافزاید. همه این خصلت‌های نامبر شده ما را وادار می‌سازد که با دلپوری زرگوش و زرگوش پروری را ساحه خواجگیداری شهریان و دهاتیان در کشورمان بشناسیم و همچون مشغولیت دائمی فایده آور پیشنهاد نماییم.